روز جهانی زن نزدیک 8 مارس برابر با 18 اسفند و ما از مدتی پیش به استقبال این روز رفتیم و برنامه‌هایی رو در رابطه با حقوق زنان، موقعیت زنان، جنبش برابری طلبی زنان از رادیو پخش کردیم. امروز میخوام با منصور حکمت درباره مطالبات برنامه یک دنیای بهتر، برنامه حزب کمونیست کارگری ایران در مورد حقوق زنان صحبت بکنیم. خیلی متشکرم. شما نویسنده این برنامه هستین. معمولاً از طرف بخشی از جنبش دفاع از حقوق زنان که به جنبش فمینیستی معروف هست، مردان مورد اتهام قرار میگیرن که مسائل زنان رو نمیفهمن. مطالباتی که تو این برنامه اومده حقوق زنان رو با جزئیات خیلی زیادی گفته. چطور شما تونستید در واقع این برنامه رو شما میخوام اینطوری بگم که در مقابل این اتهام جنبش فمینیستی شما چی میگید؟ این اتهام خودخوشنودکن و سطحی جنبش زنان از قدیم دین بزرگی داشته به جنبش کمونیستی، جنبش مارکسیستی. جنبش کمونیستی جنبش بین‌المللی برای برابری انسان هاست و برابری زن و مرد یه بخش اعظم پلتفرم جنبش کمونیستی. در نتیجه ایده‌هایی که در مارکسیسم در جهت برابری زن و مرد هست ایده‌های عمیق، نسبتاً جامع و رادیکالی هست. جنبش فمینیستی حتی خراشی هم به نظر من به سطح مسئله زن نمیده. همین کسایی که معتقدن مسئله زن رو درک میکنن، خیلی هاشون تو کشورهای مختلف فمینیست الان جذب جناح چپ طبقه حاکم شدن که هیچ حتی امتیازات جزئی هم از زنان دریغ میکنه. در نتیجه من اصلا جدی نمیگیرم بحث نقد فمینیستا و مارکسیستا مبنی بر اینکه چون برای مثلا مارکسیستا مرد توشون است یا بخشای مرد تو جنبش کمونیستی درک نمیکنن مسئله زن. خب واضحه که هیچ کس تجربه شخصی دیگه رو درک نمیکنه و در طی نهایی هر کسی زندگی خودش رو تجربه از نزدیکتر از هم دیگه تجربه کرده. ولی من نمیدونم مثلا مارگارت تچر یا نخست وزیر سابق انگلیس که فوق العاده مرتجع و دست راستی بود یا این نماینده‌های زن مجلس اسلامی چه چیزی رو دست اول تجربه میکنن که برای مثال یه کمونیستی که 20 سال عمرش رو برای برابری آدم مبارزه کردن نمیکنه، نمیتونه درک کنه. از اینا پوچه، اینا دکونداریه، دکون سیاسی زیاده. به این معنی که هر کی یکی میگه من اهل فلان ملت هستم بنابراین من در غم و درد این ملت رو حس میکنم، هیچ دلیل نداره. غم و درد آدم‌ها رو همه حس میکنن. هر کسی که خط فکری و سیاسیش علیه تبعیض و علیه نابرابری باشه میتونه خودش بذاره جای بخش تبعیض جامعه براش فکر کنه. جنبش کمونیستی موضع سر مسئله زن رادیکال ترین، جامع ترین بوده تاریخا. این که البته حالا بحث داره جدا میشه، ولی این که البته یه همچین اتهاماتی اومده به خاطر این بوده که خود جنبش کمونیستی مدت‌ها در چارچوبای بورژوایی در واقع حرف زده، مثلا فرضاً مثال شوروی زده میشه یا چین، به این خاطر هست یا بعضاً چپ سنتی. حتی اونجا هم به نظر من فمینیست‌ها حق ندارن، برای اینکه کشورهای مثل شوروی با همه انتقادی که ما داشتیم کشور سرمایه‌داری دولتی بود. ما این از ابتدا گفتیم. ولی حتی سرمایه‌داری دولتی در شوروی که اگه به جاش غالباً این نظام باید با هند مقایسه بکنید. اگه شوروی نظام سرمایه‌داری دولتی مدعی سوسیالیسم نبود، یه چیزی کشوری مثل هند. خب حالا حقوق زنان در هند و با حقوق زنان در شوروی باید مقایسه بکنید. شما نمیتونید برید حقوق زنان در سوئد رو مقایسه بکنید با حقوق زنان در شوروی که از نظر تکنیکی، از نظر اقتصادی در سطح دیگه‌ای به سر میبره که حتی در اون حالت هم خیلی از قوانینی که در شوروی بود هنوز در سوئد نبود. در نتیجه به نظرم حتی ایرادی که به چپای رویزیونیست و چپای غیر کمونیست میگیرن فمینیستا به حق نیست. فمینیستا پرچماشون کسایی مثل هیلاری کلینتون در آمریکا، کسایی هستن مثل جنبش جناح چپ طبقه حاکمه در کشورهای مثل انگلستان کنار حزب لیبر جدید هستن. اینا فمینیستا کسایی هستن که به خاطر فرهنگ بومی هر کشور حاضرن حقوق زن رو قربانی بکنن. اینا فمینیستای واقعی این دور زمانن. ممکنه بعضا هم کسایی باشن رادیکال تر از این، ولی کمونیستا حتی بدترین نوع کمونیستا به نظر من بدهی خاصی به فمینیستا ندارن رو مسئله زن. تا اونجا که به کمونیسم کارگری برمیگرده، سوای یک دنیای بهتر که ما اگر اجازه بدیم وقت کم بود دفعه بعد هم باز این برنامه رو ادامه بدیم چون مهمه، مطالباتی هست که تو عرصه جنبش بین‌المللی زنان پیشرفته ترین و پیشروترین مطالباته. تو جنبش که به ایران که اصلا مطالباتی فرموله نشده جز فقط برابری زن و مرد.
تا اونجا که در عمل هم هست به نظر میرسه که کمونیسم کارگری، حزب کمونیست کارگری فعالترین جریانی هست که برای برابری حقوق زن و مرد مبارزه میکنه. آیا شما با این موافق هستین با این ارزیابی؟ در اپوزیسیون ایران البته اینطوره و اونقدری که ما فعالیت میکنیم هنوز بخش کوچیکی از اون چیزی که فکر میکنیم باید فعالیت کرد نیست. ما هنوز به استانداردهای خودمون، به انتظارات خودمون از درجه فعالیت روی مسئله زن نزدیک نشدیم. ولی اگه مقایسه بکنید با این توده انبوه گروه ها و محافل اپوزیسیون ایران که حد اکثر دفاعشون از زن اینه که بابا بزنید زنان به تفلک‌های کاری داشته باشن یا حالا یه خود لباس آزادتری بپوشن، درست حجاب ورد دارن ولی خب کسی که گفته باید موهاشون رو فر بزنن. این تصویری است که اینا از آزادی زن دارن. در مقایسه با اینا حزب کمونیست کارگری نهایت آزادی خواهی محسوب میشه. منتها خود ما هم هنوز باید راهی رو به نظر من طی کنیم. این راه باید ما بیشتر در عمل طی کنیم. باید به سمت این بریم که واقعا این قدرت سیاسی رو پیدا کنیم که این برنامه رو پیاده کنیم و نشون بدیم که ما بهش وفادار میمونیم. چون اعلام یه برنامه در اپوزیسیون یه بحثه و رفتن و عملا پیاده کردنش یه بحث دیگه است. وقتی ما شروع کنیم این برنامه رو پیاده کنیم، اسلامی‌ها تحریک خواهند کرد، میلیون تحریک خواهند کرد، مرسالارا تحریک خواهند کرد و اون موقع است که محک واقعی حزب کمونیست کارگری مطرح میشه. یا مقاومت‌ها رو در هم میکوبه و حق زن رو میده یا برقرار میکنه در قوانین و در پراتیک اصلی جامعه، یا اینکه بهش تمکین میکنه. این سوال هنوز جلو همه هست. ولی اگه جریان سیاسی بخواد تو صف مقدم آزادی و برابری زن در ایران باشه، به نظر من حزب کمونیست کارگری. خود شنوندگان شما میتونن برای مقایسه بکنن ببینن این حرفا رو از زبون چه گروه دیگه یا چه سازمانی چه جنبش دیگه میشنن. هیچ کس دیگه نیست که این چیزایی که ما میگیم و درباره برابری زن و مرد اصلا حتی حاضر باشه اعلام کنه. و شما به این گفتید در اپوزیسیون، من حتی از این فراتر میرم، در اون چیزی که خودش رو جنبش دفاع از حقوق زنان میدونه، الان ما شاهد تکاپوی زیادی نیستیم سر مبارزه عملی افشاگری از جمهوری اسلامی برای اینکه علیه اسلام، علیه آپارتاید جنسی و غیره. منتها قبل از اینکه به خود برنامه بپردازم، شما به نکته جالبی اشاره کردید. گفتید این گفتنش و بعد عمل کردنش اونجاست که مسئله مطرح میشه. حزب کمونیست کارگری رو خیلی زیادی، حالا اونایی که سعی میکنن لحن تعدیلی در انتقاد خودشون بگیرن، اینجور میگن که صحبت‌های شما خیلی خوب، ولی این مطالباتی که شما در مورد حقوق زنان فرزند دارید تو جامعه مثل ایران قابل پیاده شدن نیست، چون فرهنگ مردم عقبه. شما به این انتقاد چی؟ ما فرهنگ مردم رو عوض میکنیم. به جای اینکه شما بیاید یک نیمی از جامعه رو قربانی بکنید، میتونید اون فرهنگ قربانی بکنید. خیلی ساده است. ما مردم مترقی و پیشرو مملکت رو بسیج میکنیم، سازمان میدیم. ما به همراه کنار هر مدرسه دخترونه یا هر مدرسه مختلفی که قراره تو اون مملکت وجود داشته باشه رادیکالایی رو میذاریم که جلو باشو بگیرن. ما قوانینی میگذرونیم و این قوانین رو با بودجه هایی تضمین میکنیم که با ضامن شرکت زنان تو فعالیت اجتماعی باشه، جلوی تحریک علیهشون رو بگیره، جلوی مقاومت نیروهای قشری و عقب مونده رو بگیره. به نظر ما کاری خواهیم کرد کسی که مزاحم امر رهایی زن و امر برابری زن و مرد بشه، جامعه به چش خطاکار بهش نگاه کنه، بگه این کسی درست مثل کسی که مزاحم بهداشت مردم شده، درست کسی که مزاحم خوشبختی آدم‌ها به طور کلی شده، درست مثل کسی که اختلاس کرده از اموال دولتی و اموال کشور، درست مثل کسی که مانع رسوندن بیماری به دکتر شده، با همون چشم به کسی نگاه کنن که مانع درس خوندن دختری شده، مانع اشتغال پیدا کردن زنی شده، یا مانع این شده که هر زنی هر لباسی خودش دوست داره بپوشه و بره سر کار. ما فرهنگ رو عوض میکنیم. به جای اینکه خودمون رو عوض کنیم و به جای اینکه حقیقتی که بهش معتقدیم زیر پا بذاریم، اون فرهنگ رو عوض میکنیم. اون فرهنگ از کجا اومده؟ این فرهنگ تاریخاً محصول طبقات حاکمه در اون کشوره، فرهنگی است که به درد سودآوری سرمایه میخورده، فرهنگی است که به درد حاکمیت همین لاتولوتایی که تو ایران سر کارن میخورده و اون عوض. ما حکومت رو عوض میکنیم، فرهنگ هم عوض میکنیم. همه جای دنیا اینطوریه. شما نمیتونید آزادی بیارید بدون اینکه هجوم ببرید به سنت‌های عقب مونده. ما این سنت‌ها رو عقب میزنیم. نیم بیشتر مردم ایران، فکر کنم اکثریت عظیمی از مردم ایران توی حرکت علیه فرهنگ عقب مونده با ما خواهند بود. اگرم پیدا بشن بخشای قشری متحجر عقب مونده، خب باید دندون رو جیگر بذارن. بالاخره یه کسی باید دندون رو جیگر بذاره، یا زن باید دندون رو جیگر بذاره و تحت ستم بمونه، یا اون حاج آقا باید دندون رو جیگر بذاره. خب ما تو این قضیه میگیم حاج آقا لطفاً دندون رو جیگر بذاره.
صحبت‌های خیلی جالبیه. ما یعنی هر جا که همونطور که گفتم صحبت از این میشه که باید این مطالبات و این حقوق داشت، جنبش کمونیسم کارگری، حزب کمونیست کارگری به زیاده طلبی، افراطی خواهی متهم میشه و اینکه نمیشه اینها رو عملی کرد یا بعضا حجاب خواست خود مردم هست. حالا اینها چیزایی هست که حتما شاید بتونیم تو موقع‌های دیگه هم راجبش صحبت بکنیم. ببینید توی برنامه یک دنیای بهتر به تمام عرصه ها پرداخته شده، اقتصاد، سیاست، خانواده، اخلاقیات و فرهنگ و غیره. این بحث سنتاً از طرف لااقل اون جنبش سنتی چپ مارکسیستی مطرح شده که اقتصاد رو بهش یک مقام بالاتری داده توی رفع ستمکشی از زنان. آیا شما با این دید موافقید؟ در تحلیل نهایی اگه زن تو صحنه اقتصادی نابرابر باشه و تو صحنه اقتصادی تحت تبعیض باشه، تو صحنه سیاسی و فرهنگی نمیتونه برابر بشه. در تحلیل نهایی اینطوریه، ولی این به این معنی نیست که باید صبر کرد تا زن در اقتصاد برابر بشه بعد رفت سر حقوق فرهنگی و سیاسی و برابری رو جستجو کرد. این اصلا ابدا به این معنی نیست. همه اینا باید موازی با هم پیش بره، فوراً باید پیش بره. ما سیاستمونه، ما روز اولی که دستمون به جای بند بشه در اون مملکت اعلام میکنیم زن و مرد برابرن، همه قوانین تبعیض‌آمیز فعلی رو لغو اعلام میکنیم حقوق مدنی زن و مرد یکیه، اعلام میکنیم حقوق سیاسیشون یکیه، اعلام میکنیم حقوق فرهنگیشون یکیه، اعلام میکنیم اختیارشون بر خودشون، بر خانوادهشون، بر محیط زندگیشون، محیط کارشون مثل همدیگه است و اعلام میکنیم در عرصه شغلی و کاری و غیره زن و مرد کاملا حقوق برابری دارن. اینو ما اعلام میکنیم و از اونجا که به عنوان قانون در میاد و فوراً ما این کارو میکنیم، نه در یک روند تدریجی که حالا قوانین یکی پس از دیگری چکش‌کاری بکنیم، به عنوان یک بیانیه پیروزی انقلاب ما اینو اعلام میکنیم. از فرداش این قانونه، وقتی این قانونه باید اجرا بشه. حالا در جریان اجراش چند تا مدیر کارخونه مقاومت میکنن یا چند نفر معلم و مدیر مدرسه مقاومت میکنن و غیره، اون روندی است که ممکنه اون طولانی بکنه. فارغ اومدن به این مقاومت ها رو، روشنگری دربارش رو، به دست آوردن امکانات و منابع کافی برای ایجاد عملی این برابری، بودجه به دست آوردن برای پوشوندن نقاط ضعف کس، اینا ممکنه پول بکشه، ولی به عنوان قانون فوراً اعلام میکنیم و از فرداش اگه معلوم بشه جایی زنی در موقعیت نابرابر با مرد هست، مسبب این قضیه که کار خلاف قانون و خلاف به اصطلاح حق مدنی کسی دیگه‌ای کرده و بعد با قانون رو میشه. در نتیجه این زیاده طلبی از نظر ما این زیاده طلبی نیست، این عین حقیقت. اگه عکس این بود، اگه فرض کنید همینا که جنبش ملی اسلامی که ایراد میگیرن ما رو به زیاده طلبی متهم میکنن، هیچ مشکلی ندارن که کلا خواهان استقلال از آمریکا بشن برای مثال تو فلان کشور، یا وقتی صحبت حقوق ملیشون هست هیچ چیزی رو زیاده روی نمیدونن میخوان. وقتی صحبت حقوق تجاری طرف هست، مثلا میگه ما باید فلان صنعت خودمون به دست بگیریم یا فلان مالیات از رو شما بردارید، هیچ اشکالی نمیبینه که بگه من اینو میخوام و باید اجرا بشه. وقتی کار به زنا میرسه همه میگن آقا زوده، حالا فعلا نه، با فرهنگمون جور نیست و غیره و غیره. ما با این استدلال هیچ سازشی نداریم، ما قبول نداریم این خطو. همونطور مثل حقوق کارگری، مثل حقوق اقتصادی کارگر، ما روزی که بیایم سر کار و امیدوارم ما بتونیم بیایم سر کار، همون روز برای مثلا حداقل دستمزدی که اعلام میکنیم، حداقل دستمزدی که بتونه خانواده باش زندگی کنه، هر کی بخواد باش مخالف باشه. ببینید خیلی مهمه که قانون تغییر کنه و قانون اعلام بشه. درنچه به این معنی نقشه دولت تو رفع نابرابری ها مهمه، از طرف حقوقی هم گرفته، ولی این کافی نیست. شما میتونید حقوق برابر رو اعلام بکنید ولی کماکان توی خانواده مرد میزنه تو سر زن. در مورد این چه باید کرد؟ باید منابع نیروی انسانی و منابع مالی اختصاص داد برای رفع این مسائل. بخشش روشنگریه، اون فرهنگ منحتی که اینا میگن هست، خب بعضن هست، منتها فرهنگی نیست که بتونه در مقابل حق و حقانیت این مسئله مقاومت بکنه. به نظر من شما در ظرف چند سال روشنگری میتونید کاری بکنید که مردای اون کشورم آزاد بشن از این تحجر و از این جهل فرهنگی که به هر رسوخ دادن در اسلام و فرهنگ سنتی تو اون کشور.
باید کار کرد، باید آموزش داد و باید پیگیری کرد، بازرسی کرد، نظارت کرد. شما نمیتونید داخل یه خانواده رو بسپرید به یه تاریخخانه تصور بکنید کسی از توش خبر نداره نمیتونه دخالت بکنه. آیا این ببخشید وسط صحبتتون به دخالت دولت و پلیس تو زندگی خصوصی مردم تبدیل نیست که برن در خونه مردم بشکنن برن تو؟ صحبت از این میشه که اگه زنی با چش باد کرده اومد سر کار اجازه پیدا کنن برن ببینن کی با مشت تو چشمش. اگه بچه‌ای رو میبینید نمیاد مدرسه اجازه پیدا کنید ببینید چرا نمیاد مدرسه. اگه کارفرمایی مصاحبه شغلی کرده و از 5 تا شغلی که داشته هر 5 تاشو 5 نفر مرد گرفتن، یه مرجعی بتونه بره بگه بذار ببینم تو واقعا بر مبنای توانایی و صلاحیت قضاوت کردی یا مرد بودن اینا تاثیر داشته. خب واضحه اگه معلوم بشه توانایی و صلاحیت عمل کرده خب کاری بهش ندارن. باید کمیته ها و مقامات مردمی ناظر بر اجرای صحیح این قانون وجود داشته باشه. بعد نهادهای دلسوز به اصطلاح خدمات اجتماعی وجود داشته باشه که کمک میکنن. بخش زیادی از حق زنها گرفتنیه، نمیشه برد تو سینی بهش داد خودش کمک کنه بگیرش. درنچه اگه زنی کتک میخوره، اگه زنی محروم میشه از بیرون اومدن، اگه زنی محروم میشه از کار پیدا کردن، اگه زنی محروم میشه از معاشرت با مردم دیگه اونطوری که خودش دوست داره، بعد در یک چنین سیستمی مراجعه بکنه بخواد که دخالت بکنن. و تصور این که هر دولتی دخالت بکنه قطعا دخالت خشن و پلیسیه، به خاطر اینکه دولتایی که طالا بودن اینطور بودن، دولت استبدادی سلطنتی، دولت‌های دست راستی، دولت‌های پلیسی، دولت‌های اسلامی. ما داریم از یه حکومت مردمی حرف میزنیم که مبناش شوراهای محلیه، مبناش خود مردمن، خود مردم خودشون رو به صورت دولت آرایش دادن. درنچه کسی که داره دخالت میکنه همون کسی است که اون آدما به عنوان همکار و دوست و آشنا باهاش سر و کار دارن. انجمن محل، انجمن مدرسه است، نه یه نهادی که با یونیفرم و اسلحه میاد دم خونه مردم میگه چرا با همینطوری رفتار میکنید. این تصور از دولت خشن رو اولین چیزی است که ما نفی خواهیم میکرد و نقد خواهیم میکرد. دولتی میاد که خود مردمن که دارن زندگیشون رو اداره میکنن.